بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اهورا هستم از کانال اهورا فرنچ. امروز هم اومدم براتون با یه ویدیوی کاربردی و مفید دیگه. امروز قرار با هم دیگه بچه‌ها یاد بگیریم چطوری به زبان فرانسه بتونیم سوال بپرسیم. انواع سوالات، جملات و اصطلاحاتی که وجود داره، کلماتی که برای سوال استفاده میشه در زبان فرانسه رو قرار امروز با هم دیگه خوب کار کنیم، خوب یاد بگیریم تا بتونیم در زبان فرانسه ازش استفاده کنیم. بتونیم چه می‌دونم یه جایی میریم بلد باشیم، بتونیم آدرس بپرسیم، قیمت بپرسیم، مثلا بخوایم سوالات روزمره بپرسیم. بالاخره یه بخش خیلی مهم از هر زبانی میشه همین سوال پرسیدنه. امروز همراه من باشید تا آخر ویدیو. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، دوستاتون معرفی کنید تا منم بتونم با انرژی بیشتر براتون ویدیوهای بهتری بگیرم. بریم سراغ درس. خب بریم سراغ درس امروز. ببینیم قراره که در خصوص چه مبحثی با هم دیگه صحبت کنیم. پرسیدن سوال در فرانسه. خب بچه ها ببینید، من همونطور که مقدمه توضیح دادم امروز ما قراره در خصوص نحوه سوال پرسیدن داخل زبان فرانسه با هم دیگه کار کنیم و با هم آشنا بشیم. خیلی مبحث مهمیه. بالاخره شما بخواید سوال بپرسید مشکلی براتون پیش بیاد، هر جای شما باید بلد باشین از چه جملاتی استفاده کنید. خب بریم سراغ درسمون. انواع سوال ها و ساختارهای آنها. خب بچه‌ها ببینید، یه مدل سوال هست که میشه گفت رایج‌ترین نوع پرسیدن سوال داخل زبان فرانسه است و خیلی هم از همش میشه گفت راحت تر. هیچ فرقی هم نداره. مثل سوال پرسیدن خودمون، مثلا میگیم دیشب خوابیدی؟ با لحنمون ما میتونیم بگیم دیشب خوابیدی. خب این میشه خبری، یعنی که میگه دیشب خوابیدی. اما اگه بخوایم سوالش کنیم آخرش سوالی میگیم با لحن دیشب خوابیدی. این هم همونه، سوال با بالا بردن صدا در انتهای جمله. ویژگیاش چیه؟ ساده ترین روش پرسیدن سوال فقط جمله خبری رو با بالا بردن لحن در انتهای جمله میپرسیم و این که مناسب برای مکالمات غیر رسمی. مثالش بچه‌ها، تو با اون مخشه یعنی چی؟ میگه که تو به بازار میروی. بعدیش il est prêt و آماده است. il est prêt و آماده است. دیدین و جانش فرق نداره. این همون میشه گفت فارسی خودمونه، همون لحن دیگه، با لحن سوال میکنه. بریم بعدی. سوال با اسکو. ببینید اسکو اینطوری خونده میشه. ویژگیاش: ساختاری رسمی تر از انتوناسیون، همون حالت لحنی شماسه قبل از جمله خبری کلمه اسکو اضافه می شود. ساختارش هم که خیلی راحته دیگه. جمله خبری همون دیشب خوابیدی. حالا ما میخوایم بگیم آیا دیشب خوابیدی؟ اسکو میشه آیا میاد قبل از جمله. پس چطور میشه؟ میشه ساختار اینجا اسکو به علاوه جمله خبری. اینجا رو من اشتباه گذاشتم، باید اینجا می بود. مثالش اسکو تو ام لو شکلات. اسکو تو ام لو شکلات، آیا شکلات دوست داری؟ یا برای بعدیش اسکو ایل وین دومن، آیا او فردا می آید؟ اسکیل وین دومن، از خواهی میکنم، اسکیل وین دومن، آیا او فردا می آید؟ اینجا همون اسکو خودمونه، اما چون به حرف صدادار رسیده او آخر حذف میشه و به آپاستروف تغییر شکل میده و هم وصل میشه. پس میشه چه؟ میشه اسکیل وین دومن، آیا او فردا می آید؟ خب بریم بعدی. سوال با انوکسیون یعنی چی؟ یعنی معکوس کردن فاعل و فعل. ویژگیاش: بسیار رسمی و پرکاربرد در نوشتار و موقعیت‌های رسمی. توجه کنید بچه‌ها، در حالت نوشتار و موقعیت‌های رسمی. مثلا شما نمیتونین برین، نمیتونین که نیست، یعنی میتونین ولی خب جالب نیست. نه با دوستتون، دوست صمیمی میتونین پیشتون بخوان این مدلی صحبت کنه. کی با دوستش کتابی حرف میزنه؟ این اونطوریه که در آن جای فعل و فاعل جابجا می شود و بین آنها خط تیره گذاشته می شود. ساختارش فعل فاعل به اضافه بقیه جمله. مثال ام تو لو شکلات،
آیا شکلات دوست دارید؟ تو لو شکلات. حالا اینجا رو ببینید بچه ها، طبق همون ساختاری که گفتیم، اول فعل اومده یعنی دوست داشتن، بعد فاعل تو، بعدش هم بقیه جمله که لو شکلات هست. برای بعدی ویانقتیل دومن، ویانقتیل دومن، آیا او فردا می آید؟ بچه فعل ویانقت در زمان آینده است. الان برای بعضی سوال پیش میاد که این چرا اینطوری صرف شده. این زمان آینده است، حالا بهش میرسیم. من ویدیوهای بعدی براتون میگم زمان ها چطوری هم. اینطوری صرف میشه ویانقتیل دومن، آیا او فردا می آید؟ دوباره فعل، فاعل، باقی جمله. فقط این نکته رو بگم بچه، این ت به این خاطر اومده که الان ما آخر فعل ما خودش صدا داره، اینجا هم فاعل ما صدا داره ایله، پس یه ت میاریم برای راحتی تلفظ. حالا داریم توی مثال ها ما داریم این مدلی بیشتر آشنا میشیم. سوالات با کی که به معنی چه کسی یا چه کسانی هست. ویژگیش برای پرسیدن درباره شخصه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا میخوایم بگیم چه کسی صحبت میکنه. الان مثلا شما توی جمعی هستین، میگن که یکی داره صحبت میکنه، شما متوجه نمیشین چیه، میگین خب میخوایم بپرسیم که داره چه کسی داره صحبت میکنه. میگین چی؟ میگین که کی پاق، چه کسی صحبت میکنه. میریم بعدی. انواع سوالات بر اساس کلمات پرسشی. بچه ها ببینید این خیلی اینجا یه سری کلمات میشه گفت مختص داریم، هر کدوم برای یه موقعیت اینا رو باید حفظ باشیم. سوالات با کو یعنی چه چیزی، ویژگیاش درباره اشیاء و موقعیت ها. مثال کف تو، چه کار میکنی؟ کف تو. یا اینکه کسکسه، این چیست، این چیه. پس چه شد؟ معنی شد چه چیزی برای اشیا یا موقعیت استفاده میشه. خب مثلا میخوایم بگیم چه کار میکنیم، میشه چی؟ میشه کف تو. مثلا تو انگلیسی میگیم what are you doing، اینجا میگیم کف تو، چه کار میکنیم. کسکسه، این چیه. بعدیش سوالات با او. ببینید او خونده میشه کجا، برای پرسیدن درباره مکان. مثال او ابیت تو، او ابیت تو، کجا زندگی میکنید. او ببینید معنی کجا. یا او لا بیبلیوتک، کتابخانه کجاست. او لا بیبلیوتک، کتابخانه کجاست. او لا بیبلیوتک، کتابخانه کجاست. بعدی سوالات با کان که به معنای کی میشه. اون کی نیست، برای پرسیدن زمان میشه کان که میشه کی، چه زمانی، چه وقتی، درباره زمانی. یا براتون بچه‌ها این خیلی مهمه، اون د آخرم خونده نمیشه، توجه داشته باشیم، میشه کان. مثال کی میروی، کام پخستو، کام پخستو، کی میروی. یا اینکه کان اسکول فیلم کمانس، فیلم کی شروع میشه. کانت اسکول فیلم کمانس، فیلم کی شروع میشه. بریم بعدی. سوالات با پورکوا. پورکوا به معنی چرا هست، همون چرای فارسی خودمون، برای علت پرسیدن یه اتفاق، یه واقعه. مثلا پورکوا پلو تو، چرا گریه میکنی. پورکوا پلو تو، چرا گریه میکنی. پورکوا اسکیل آن قطع، چرا او دیر کرده است. پورکوا اسکیل آن قطع، چرا او دیر کرده است. میریم بعدی. سوالات با کمان به معنی چطور. مثلا درباره روش حال یه قضیه ما بخوایم جویا بشیم از کمان استفاده کنیم. الان اینجا میشه کمان سبا، چطوری.
کمان سبا چطوری؟ یا اینکه کمان فتوسه چطور این کار رو انجام میده؟ کمان فتوسه معنیش اینجا میشه چطور، فکر میشه انجام دادن، تو فاعل ماست، سم که ضمیر اینه میشه چطور این کار رو انجام میدهی. سوال بعدی ما، کلمه بعدی ما کلمه کمبین هست به معنی چند یا چقدر. بچه ها کمبین بیشتر برای وقتی که میخوایم تعداد یا قیمت چیزی رو بپرسیم استفاده میشه. الان اینجا ما درباره مقدار یا تعداد میخوایم بپرسیم. مثلا مثال رو ببینیم، کمبین سکوت. خب کمبین سکوت یعنی چی؟ یعنی که چقدر قیمت داره. یعنی الان ما داریم درباره قیمت میپرسیم. کمبین سکوت چقدر قیمت داره. یا کمبین دفخه اتو چند برادر داره. کمبین دفخه اتو چند برادر داره. خب میرسیم به اسلاید آخر. بچه ها اینجا من یه جدول میشه گفت خلاصه آوردم، همه اینایی که الان براتون گفتم داخلش هست، به غیر از اسکو و اینا کلا حالت میشه گفت جمله استفاده میشه. این کلمات پرسشیه که گفتم خیلی مهمه، میتونین حالا اسکرین شات رو بگیرین ازش داشته باشین. خب اینا خیلی مهمه، راحت حفظش کنید. کی، کو، او، کان، کوکوه، کمان و کمبین. معانیش هم براتون نوشتم. چه کسی، چه چیزی، کجا، کی، چرا، چگونه، چند، چقدر. معانیش هم براتون کاربردش هم براتون نوشتم که دیگه بتونید استفاده کنید. خب امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع بوده باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، به دوستاتون معرفی کنید. من دارم رایگان به جای اینکه شما بخواید برین هزینه زیادی بکنید برای کلاس، من دارم اینجا براتون رایگان داخل یوتیوب ویدیوها رو میذارم. حتما استفاده کنید. امید دیدار.